همش به این فکر میکنی که چرا هیچ کس قدرتو نمیدونه، چرا هیچ کس تو رو نمیبینه و اون عشقی که لایقش هستی رو دریافت نمیکنی، یا میگی که دست من نمک نداره و یا حتی نمیتونی تو یک رابطه عشقی ماندگار باقی بمونی و همش داری رابطه های زودگذر رو تجربه میکنی و شاید هم داری همش نقش مظلوم رو بازی میکنی توی زندگیت. اگر که این سری افکار و این سری انرژی ها رو داری تجربه میکنی، حتما تو این ویدیو با ما همراه باش تا ببینیم و بررسی کنیم که چرا دچار این فرکانس شدی و درمانش چی هست. سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که هر کجا هستین زیر سایه پروردگار در امنیت و آرامش لحظات خودتون رو سپری کنید. آمدیم با یک ویدیو دیگه، البته که این ویدیو پارت دوم از ویدیوهای چرا دست من نمک نداره هستش. دوست من، اگر شما تازه به ما پیوستی حتما برید و این ویدیویی که بالا میذارم رو ببینید، پارت 1 رو ببینید. یک ویدیو 10-15 دقیقه‌ای هست و بعد تشریف بیارید و این ویدیو رو ببینید تا جان مطلب براتون بهتر باز بشه. خب بریم سراغ صحبت اصلیمون. ما در مورد این داشتیم صحبت میکردیم که ما به خاطر اینکه هویت واقعی خودمون که وجود اصلی خودمون هستش رو به بیرون از خودمون انتقال میدیم، دچار کمبود عشق و محبت میشیم. در واقع ما خودمون رو فراموش کردیم و حالا به دنبال پیدا کردن اون عشق واقعی از بیرون هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه دیگران رو راضی نگه داریم تا به ما عشق بدن، ولی باز هم نتیجه‌ای جز حال بد برامون نداره. حالا اینقدر که میگیم که خودمون و عشق به خودمون یعنی چی؟ اینو چطور میتونیم بفهمیمش؟ باید اول درک کنیم که خودمون چه انرژی هستیم. ببین دوست من و شما و تمام انسان‌ها و حتی تمام موجوداتی که دارن کنار هم زندگی میکنن یک انرژی برتر در درونشون وجود داره، یک انرژی به نام عشق. این عشق که از یک منبع بسیار بزرگ کش اومده توی این جسم و این ظاهر و داره زندگی یا زیستن رو تجربه میکنه. تو همون عشقی هستی که از اون منبع کش اومدی اینجا. تو در درونت یک انرژی نهفته هست که وقتی بتونی دست به این ریسمان بندازی و این انرژی رو درکش بکنی، دیگه احتیاجی به عشقای بیرونی یا عشقای کاذب نداری. دیگه عشق زمینی برات دغدغه نیست. دیگه این که طرف الان زنگ بزنه یا یه دقیقه دیگه زنگ بزنه و تو در انتظار اون عشق باشی دیگه برات مسئله نیست. دیگه میفهمی که پرداختن با این وسواس به عشقای زمینی که به هر شکلی میخواد باشه خودش یه شرکه. میفهمی انقدر از درون پر شدی، انقدر از درون عشق این رب تو رو پر کرده که برای عشق دادن به بقیه زندگی میکنی. دیگه این دفعه تو به همه عشق میدی، به همه موجودات، به همه چیز و به همه کار و به همه انسانها، چه میشناسی چه نمیشناسیشون عشق میدی بدون قضاوت، بدون اینکه هیچ چشم داشته باشی که این عشق به تو برگرده، چون تو از درون پری. مثل این میمونه که یک انسان ثروتمندی که یک کوه ثروت داره و میدونه که هر
هر چقدر این ثروت رو ببخشه تموم نمیشه. این آدم به هر کسی که میبخشه از روی حال خوب میبخشه و هیچ چشم‌داشتی نداره به اینکه اون پوله بهش برگرده. خیلی هم حال خوبی رو تجربه میکنه. وقتی که تو از درون سیراب عشق میشی دیگه تو فکر این نیستی که چجوری عشق رو بخری یا چجوری کنترلش کنی. تو باید به این عشق درونی خودت متصل بشی، به این عشقی که وقتی که سیرابت میکنه میتونی بقیه رو سیراب کنی. وقتی این اتفاق برای یک انسان میفته به خودش که میاد میبینه هر جایی که قدم میذاره همه یه جور دیگه اینو دارن نگاه میکنن. شاید به زبون نیارن، شاید هیچ حرفی رو نزنن، ولی رفتارهاشون تغییر میکنه. همه دوست دارن باهات بشن 2 کلمه حرف بزنن، حالشون خوب میشه. همه دوست دارن بهت یه خدمتی بکنن. یه جایی میری، یه محیط اداری یا فرق نمیکنه، یه محیطی که یه کاری داری، همه انگار سیستم چیده شده که برای تو خدمت کنن، کارتو زودتر راه بندازن، با اینکه نه پارتی داری و نه آشنایی. توی خانواده، تو دوستانت دیگه مثل قبل به تو بی احترامی نمیشه، بلکه به تو عشق و احترام بیشتری داده میشه بدون اینکه تو کار خاصی بکنی. تو داری زندگی تو میکنی، تو داری به طور طبیعی زندگی تو میکنی، ولی دیگه اون آدمایی که میومدن بهت آسیب میزدن و حالتو بد میکردن با تو این رفتار رو نمیکنن. چرا؟ چون که تو دیگه نقش مظلوم رو بازی نمیکنی. تو الان عاشق شدی. یک عاشق وارد یک فرکانس بالایی میشه که جایی برای ظلم وجود نداره. یک عاشق خودش رو دوست داره، انقدر از عشق خودش لبریز میشه که دیگران هم متوجه این انرژی در محیط اطرافش میشن و اصلا دیگه کائنات اجازه نمیده که کسی غیر از عشق با تو صحبت کنه. اگر که تو وارد این فرکانس نشی و خلاهای عشقی تو بخوای توی دیگران پیدا کنی، برای مثال بخوای بری توی یک رابطه‌ای که یک نفر دوستت داشته باشه و به تو عشق بده، تو اگر که این خلاها رو برطرف نکرده باشی توی یک لول فرکانسی قرار میگیری که یک انسان دیگری هم که دچار این مشکل هست میاد با شما توی یک رابطه و 2 تا انسان که هر دوشون دارای انرژی‌های نافرمی هستن و فقط برای اینکه منیتشون رو پر کنن، یعنی در واقع همش به خود بپردازن، بگن که تو برای من این کار رو نکردی پس بهت احترام نمیذارم، پس دوستت نخواهم داشت، تو اونجا این کار رو کردی، تو چرا به من احترام نگذاشتی. همش توی ذهنشون این منیت هاست، چون توی این رابطه اومده که اونا رو پر بکنه، نه از روی اینکه بیاد به تو عشق بده. فردی که از درون پر از عشقه، همونجور که گفتم میخواد عشقشو به همه هدیه کنه، انگار توی یه سینی گذاشته و به هر کسی که میرسه حتی شده با یک لبخند میخواد اون عشقو هدیه بکنه. ولی شما تو اون فرکانس نیستی ها، چون تو خودت به این حد نرسیدی. تو با این انسان میری توی رابطه و بعد از مدتی هم دچار مشکل میشی. حالا یه راهکار جدید بهت میدن، میگن بچه بیار تا شاید عشق برگرده یا عشق رو تجربه کنی. یک اشتباه بسیار بزرگ، که همه دارن تقریبا این کار انجام میدن، ولی شما به اون وسیله نمیتونی باز عشق رو دریافت کنی. باز میای انرژی تو روی بچه هات میذاری، بچه ها هم بزرگ میشن و بعد باز میبینی اون عشق از سمت اونا نمیاد. چرا نمیاد؟ چون اونا وظیفه این کار رو ندارن. ولی حالا شما میای روی خودت کار میکنی، به اون انرژی و فرکانس عشق میرسی، میری توی یک فرکانسی که یک نفر دیگه هم با تو هم مداره. خب قانون کائنات اینه که تو در مدار انسانهای شبیه خودت قرار میگیری. تو دیگه در مدار یک
ظالم قرار نمیگیری، چون دیگه نقش مظلوم رو بازی نمی کنی. اون آدم هم انقدر از درون پر شده که فقط میخواد عاشقی کنه و فقط عشق و احترام بده و این آدم توی فرکانس تو قرار میگیره و تو تازه متوجه میشی که رابطه اصلا یعنی چی؟ رابطه زمینی اصلا یعنی چی؟ تا زمانی که به عشق درونی خودت نرسی نمیتونی به اون آرامشه و اون تجربه عشق زمینی رو بکنی. اگر تا اینجا از صحبت‌های ما لذت بردی و دوست داشتی، حتما این کانال رو سابسکرایب کن و لایک کن، چون که قراره تو این کانال موضوعاتی رو بحث کنیم و راهکارهایی رو بدیم که شما رو به درون و شناخت احساسات خودت هدایت کن. حالا در ادامه چی کار بکنی تا این عشق زنده بشه؟ شما باید بری یک کاری رو پیدا بکنی که وقتی خودت به اون کار رسیدگی میکنی لذت ببری. هر کاری میتونه باشه، یکی با شستن ماشین، یکی با نقاشی کردن، یکی با آشپزی. این تایم رو برای خودت بذار. اصلا هم مهم نیست که از لحاظ مالی میخوای این کار رو بررسی کنی، شاید هم دوست داشته باشی به مسائل مالی و پیشرفت‌های مالی هم برسه، ولی شاید اصلا سن و سال اینو نداشته باشی که بری یه کار خیلی بزرگی رو شروع کنی، ولی عاشق آشپزی هستی، شده روزی هفته‌ای یک وعده غذای گرم با عشق، با حال خوبی که برای خودت میسازی درست کن، تهیه کن و برو بده به یک فردی که نیازمند هست و اون عشق رو از درون به جریان بنداز. اگر دنبال کارهای فنی هستی، اگر گل آرایی دوست داری، اگر نمیدونم نقاشی و خطاطی، هر چیزی که فکر میکنی بهت آرامش میده و حالتو خوب میکنه دوست داری، شروع کن به انجام دادن این کار. به خودت میای میبینی از قضا از خوابت میزنی، فقط میخوای توجهتو بذاری روی اون کار و اون کار رو خلق کنی. بعد از مدتی که اینجور برای خودت وقت میذاری و البته تمرین پارت اول که روی اون کاغذ گفتی مینویسی که من چه خصوصیات خوبی رو دارم هر شب و اونو هر شب پاره میکنی و فردا هم دوباره این کار رو میکنی تا آخر این روزی که هستی، به خودت میای میبینی که رفتارهای همه باهات عوض شده، حال خودت چقدر تغییر کرده. ما تو مشاوره ها داشتیم که فرد ناراحت این بوده که عزیزترین کسانش بهش بی احترامی میکردن، یعنی مثلا همسرش زمانی که حال بدی داشته فقط میومده روی این انسان خودشو خالی میکرده و به نوعی انرژی خالی میکرده. بعد از اینکه این فرد روی خودش شروع به کار کرد، عشق درونی خودش رو پیدا کرد، میگفت الان همسرم میاد و از من عذرخواهی میکنه، میگه که منو ببخش، دیگه نمیتونه، دیگه حوزه انرژیکی من انقدر قوی و محکم شده، انقدر من خودم رو دوست دارم که کسی نمیتونه به من آسیب برسونه. این صحبت ها تجربه است، کار شده، پس جدیش بگیر و حتما خوشحال میشم که برام بنویسی از کارهایی که بهت آرامش میده. و از همه مهمتر ویدیوهای بعدی ما در مورد آرامشه، ببینیم اصلا آرامش چی هست و ما چطور میتونیم این آرامش رو به دست بیاریم. در پناه خداوند باشید. روز و روزگار عالی. خدا نگهدار.